با نشر نخستین نویدی بمدودی در سال 2020 خوش آمدید بینندگان عزیز. امیدوارم سال نو برایتان خوش و خاطرمان میگذرد و چون همیشه در صحبت ها ما رو همراهی خواهید کرد. شالوی گلخوجه هستم عزیزان در خدمت شما. در پراگ حالا ساعت 7 صبح است و قبل از تقدیم خبرها از باد و هوا میگوییم. از پراگ آغاز میکنم، از پایتخت جمهوری چخ که از اینجا من با شما صحبت دارم. آب و هواشناسان برای ما هوای آفتابی و 1 درجه گرمی رو پیشگویی کردند. در مسکو امروز برف میبارد و حرارت سنج 1 درجه را نشان خواهد داد. در دوشنبه باشد هوا ابری می شود و 9 درجه گرم میگردد. احتمالاً بگاهی روزی باران میبارد. و متاسفانه من صحبت را از چند خبری نه اونقدر خوب شروع میکنم. شهرهای دوشنبه خوجند چنوخ که پایتخت را به شمال کشور میپیوندد بر اثر فرآمدن ترما موقتا بسته شده است. عین حال حرکت همه گونه نقلیات در این مسیر منع میباشد. دلیری عبدالله سخنگوی شرکت ایرس روز 2 ینور به رادیو آزادی گفت با سبب فرآمدن ترماهای کلان حرکت همه نمود نقلیات طریق روی دوشنبه چنوق موقتا منع شده است. معلوم نیست که راه کی باز می شود. به گفته دلیری عبدالله کارمندان شرکت در کیلومتر 55 این شهر را مسافران و راننده ماشینی را که زیر ترما مانده بود نجات دادند. این اولین ترما فرایی در موسم امسال محسوب شده. در این وقت سال غیر انتظار نیز هست افزود وی. دلیری عبدالله پهنای ترما را 6 متر و بلندی آن را بیش از 20 متر گفت. به قول سخنگوی شرکت ایرس در کیلومتر 62 این شهر را نیز مسافران با چنین مشکل روبرو شدند. این شرکت همزمان از ساکنان خواسته است که هنگام سفر از احتیاط کار بگیرند و طلبات را رعایت نمایند. یک منبع در مقامات امور داخلی تاجیکستان حادثه تیرپرانی در شهر خاروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان را تصدیق نمود. با اطلاع منبع در شعبه وزارت کارهای داخلی شهر خاروغ شام 1 ینور بر اثر تیرپرانی یک کارمند عمان به هلاکت رسیده. 1 نفر دیگر جراحت برداشته است. هم جسد را و هم نفر جراحت برداشته را به دوشنبه بردند. همین را میدانم که کارمند عمان که در این حادثه فوتید از شهر خاروغ نیست، گفت مصاحبه رادیو آزادی. هم صحبتمان از دادن تفصیلات بیشتر خودداری نمود. در عین زمان طبق خبرهای رسیده مناقشه بین کارمندان عمان شام 1 ینور در یک طرفخانه شهر خاروغ اتفاق افتاده است که آنها در آنجا سال نو را تجلیل می‌کردند. بین آنها نخست بحث سرزده با تیرپرانی انجام می‌شود. ضمن همکاران ما جزئیات این حادثه را پیگیری دارند و در صورت به دست آمدن تفصیلات بیشتر حتما به شما خبر خواهیم داد. در همین حال در شرق تاجیکستان نیز حادثه ناخوش رخ داده است. مقامات انتظامی میگویند روز 1 ینور یک مأمور میلیسا در این منطقه خودکشی کرده است. نزدیکانش به رادیو آزادی گفتند که مقامات انتظامی نویه لخش صبح 1 ینور جسد دلشاد جان اهلیدین سرژانت میلیسا را به اهل اویلش سپرده و گفتند که او خودکشی کرده است. برادر دلشاد جان منوچهر اهلیدین که در روسیه قرار دارد در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت خبری مرگ برادرش را از اهل خانواده شنیده است. او افزود به پدر و مادرم گفتند که او صبح ساعت 9 به یک انبار انگشت شوبه رفته در آنجا به زیر منهش 2 تیر زده است. همان روز برادرم را به دهه جیلغان آورده ساعت 4 دفن کردند. به قول منوچهر زیر منه برادر جوانش آثار 2 تیر بوده است. در اداره امور داخلی نویه لخش به رادیو آزادی گفتند که در واقع حادثه جای داشت و دلشاد جان اهلیدینов به سبب‌های معلوم خودکشی کرده است. این زمان در این شعبه گفتند که حالا گروه تفتیشاتی در محل حادثه است تا سبب‌های مرگ افسر رو معلوم کند. منوچهر اهلیدینov به رادیو آزادی گفت که به خودکشی برادرش باور ندارد، زیرا او در زندگی یگان مشکل مادی نداشت، با اویلش جنجال و خرخشه نمیکرد و از کسی هم قرضدار نبود. منوچهر اهلیدینov 32 ساله به قول برادرش نیم سال پیش در شعبه امور داخلی نویه لخش یعنی جرگتال سابق به کار شروع کرد. او زن و یک طفل خردسال داشته است. ماموران پلیس روسیه شب 31 دکبر گروه مهاجران تاجیک و ازبک و قرقیز را دستگیر کردند، چون به قول یک افسر گاردی ملی روسیه ممکن است آنها تروریست باشند. ادعای افسر پلیس درباره مردم غیر روس را الکساندر کیم، یک بلاگ نویس و فعال مدنی، در ویدیو ثبت کرده است. در نوار او از افسر پلیس درباره سبب‌های بازداشت جوانان غیر روس میپرسد و افسر میگوید از آن سبب اسلحه یعنی تباران را تفتیش نمیکنند که آنها آدمان دیگر را
بسیار کم میتر کنند. الکساندر کیم روز 1 январ در صحبت با رادیو زودی گفت که حادثه در تیورسکو یکی از خیابان‌های مرکزی پایتخت روسیه رخ داد و در نهایت با بازداشت خود او انجامید. در ویدیو دیده می شود که افسران پلیس روسیه سندهای چندی از جوانان را که موی سر سیاه دارند تفتیش میکنند. به همین لحظه افسر بم مراجعت به الکساندر کیم میگوید که از اینجا کنار روید چون شما به ما خلل میرسونید، شاید این بچه‌ها تروریست باشند. در این ویدیو ماکسیم پالتانوف با اعتراض الکساندر کیم که میگوید شما این مردم رو فقط برای ملت دیگر بودنشان دستگیر میکنید پاسخ میدهد که ما حق داریم تفتیش کنیم، ممکن است آنها تروریست باشند. در پس افسر پلیس ماموران دیگر سندهای مهاجران و بدن بعضی ها را تفتیش کرده آنها را به اتوبوس سوار میکردند. بعد بحث طولانی و نواربرداری رفتار ماموران پلیس، الکساندر کیم که به افسر پلیس میگوید شما این آدمان را به سبب ملت دیگر بودنشان دستگیر میکنید، این تبعیض است، شما فقط افرادی را نگاه می‌دارید که قیافه اسلاویانی ندارند. به قول الکساندر کیم این جوانان فقط برای تجلیل سال نو و بیرون آمده بودند و هیچ قانون شکنی هم نکردند، ولی ماموران پلیس از بین مردم آنها را جدا کرده میگرفتند. الکساندر کیم گفت بعد پرسجوی پیوسته درباره سبب‌های بازداشت مردم غیر روس، ماموران میلیسا او را هم دستگیر کردند و صبح 1 январ جوابش دادند. بلوگنویس روس را به نافرمانی به نماینده دولت متهم کردند. عین زمان او هم به ضد 2 افسر میلیسا شکایت رسمی نوشته است و هم خواسته است که تا کجا قانونی بودن بازداشت مهاجران سنجیده شود. الکساندر کیم در صحبت با رادیو زودی گفت بچه‌هایی را که بازداشت کردند بعد دخالت حامیان حقوق مهاجران که به اداره‌های پلیس مراجعه کردند بعد مدت کوتاهی جواب دادند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه 1 январ سفر خود به اوکراین را بنابر حمله به سفارت آمریکا در بغداد به تأخیر انداخت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه گفته است مایک پامپئو سفر خود به اوکراین، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و قبرس را بنابر ضرورت حضورش در واشنگتن و زیر نظر داشتن وضعیت فعلی در عراق و حاصل کردن اطمینان از امنیت آمریکایی‌ها در خاورمیانه به تأخیر انداخت. نیروها و طرفداران نیمه نظامیان مورد حمایت ایران که پرچم‌های 8 شب نیروهای خیزش مردمی را در دست داشتند روز سه‌شنبه به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند. تظاهر کنندگان در واکنش به حمله انتقام‌جویانه آمریکا به پایگاه‌های نیمه نظامیان شیعه در عراق و سوریه به این سفارتخانه حمله نمودند. آمریکا روز یکشنبه 29 دکبر در واکنش به حمله به یک پایگاه نظامی در کرکوک و کشته شدن یک آمریکایی به پایگاه‌های حزب الله در عراق و سوریه حمله نمود. در این حمله ها حداقل 25 نفر نیمه نظامی شیعه کشته و 55 نفر دیگر زخمی شدند. مایک پامپئو روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز و پس از حمله به سفارت آمریکا در بغداد گفته بود سفر او به اوکراین انجام می شود. قرار بود پامپئو به عنوان بلند پایه‌ترین مقام آمریکایی به اوکراین سفر کند و با مقام های این کشور از جمله پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی ملاقات نمایند. نظامیان عراق میگویند گروه نیمه نظامی رو به ایران قرارگاه سفارت آمریکایی در بغداد را ترک کردند. این گروه یک روز پیش به سفارت آمریکا حمله نموده مقامات آمریکایی را وادار نمود که سرباز تازه نفس را به منطقه ارسال نماید. اعتراضگران عراقی که اساساً نیروهای به نام بسیج مردمی می باشند از گروه‌های نیمه نظامی شیعه عبارت بوده بر ضد حمله‌های آمریکایی در عراق که هفته گذشته عملی شده بودند اعتراض داشتند. آنها 31 دکبر سفارت آمریکا در بغداد را احاطه کردند. سپس وارد حوله سفارت شدند ولی به داخل بینای سفارت کسی ندرآمد. بازم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. خوب باید گفت که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تصدیق کرد که خیرالدین عبدالله یک روحانی 35 ساله تاجیک مقیم روسیه را پس از بازگشت به دوشنبه به بازپرسی دعوت کرده است. نزدیکان این روحانی جوان میگویند با گذشت 4 روز از بازگشت خیرالدین عبدالله او را ندیدند و از سرنوشتش نگران میباشند. پروینه ایلولی و همسر خیرالدین عبدالله روز 31 دکبر در صحبت با رادیو زودی گفت شوهر او طریق هواپیما از مسکو به دوشنبه آمد ولی تا حال او را ندیدند. به گفته خانم ایلولی و 2 خواهرزاده همسرش که همراه او بودند به نزدیکان سپریده شدند ولی از خود داملا خیرالدین درکی نیست. مقامات
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت خیرالدین عبدالله را رد کردند و گفتند که او تنها برای صحبت دعوت شده است. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی روز 31 دکبر در صحبت با رادیو زودی گفت از خیرالدین عبدالله بعضی حالت‌ها را میپرسند و او را جواب میدهند. در وزارت نگفتند که منظور از بعضی حالت‌ها چی است. در عکسی که خیرالدین عبدالله به همسرش ارسال کرده است، او در داخل هواپیمای شرکت تاجیک ایر همراه با دو نوره که خواهرزاده‌هایش بودند دیده می‌شود. همسر این روحانی جوان میگوید شوهرش بگوی 30 دکبر در تماس کوتاهی با او گفته است در وزارت کارهای داخلی است. همچنین این روحانی جوان از همسرش خواسته است دیگر به او ننویسد چون تلفن دیگر در دستش نیست. بهرام همرویف یک فعال حقوق مهاجران در روسیه میگوید قبل از سفر به دوشنبه با داملا خیرالدین تماس داشت. به گفته همرویف روحانی جوان از رفتن به تاجیکستان نگرانی ها داشت و از او خواسته بود در صورت بازداشت برایش کمک حقوقی رساند. خیرالدین عبدالله تحصیل کرده ایران بوده، در روسیه کار و زندگی میکرد. در این کشور چند مرتبه به جان او سوء قصد نیز صورت گرفته بود. در شبکه‌های اجتماعی او را به تبلیغ مذهب شیعه در میان مهاجران متهم میکردند، ولی خود او بارها این ادعا را به پای خوانده بود. داملا خیرالدین تا 2 سال پیش رهبری بخش دینی فدراسیون مهاجران اسنگ بود که کرامت شریپوف آن را سروری میکرد. و لایق رجب رزمکار 29 ساله توجی که در سبقت برای 1 میلیون دلار در امریکا ناکام شد میگوید شکست او سبب دارد و برای آنکه نتوانست انتظاری مخلصان را برآورده کند عذر میپرسد. صحبت رادیو زودی چند ساعت پس از محاربه او صورت گرفت. لایق رجبوف گفت کمبود اساسیش این سلامتیش بود، زیرا 20 روز پیش از محاربه از پایش جراحت برداشته است. در این بین به گفته او از کجای رقیبش خبردار شده است که پای چپی وی ضعیف است که از زمان شروع مسابقه فقط در پایش ضربه زد. یادآور میشوم که لایق رجبوف رزمکار توجیک در محاربه آمیخته در شهر نیویورک از ناتان شولته حریف برزیلیایی خود شکست خورد و 1 میلیون دلار جایزه را از دست داد. بسیاری از هواداران او پس از انجام این سابقه در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که با وجود ناکامی لایق رجبوف برای آنها قهرمان است. و چون همیشه از قرب اثار خارجی برای امروز برای شما بینندگان عزیز یادآور میشوم که از طرف بانک ملی به طور ذیل تعیین شده است. 1 دلار 9 سومانی و 69 درم است. 1 یورو 10 سومانی و 88 درم و 1000 روبل روسی برابر می باشد به 155 سومانی و 60 درم، یعنی نسبت به چند روز پیش 1 سومانی پایین تر رفته است روبل روسیه. با سپاس از یک شما برای همراهی که در این صبح برخ ما را تنها نگذاشتید و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را شنیدید. البته فراموش نکنید که خبرهای از این بیشتر ما در دست داریم که در دوام روز ما تقدیمتان خواهیم کرد و امیدواریم که با ما میمونید. روز خوب داشته باشید.